به گفته قهار آسی بزرگ گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. یادم از سخن نویسنده کرد موسی هنتر میآید که گفت اگر زبان مادری من بنیانهای حکومت تو را به لرزه در می آورد، احتمالاً این بدان معناست که حکومت خیش را بر زبان من، بر خاک من بنیان کرده ای. فارسی زبان دوم اسلام، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخیس، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان را فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین. جناب رئیس، اگر شما هم به عنوان رئیس قوه مقننه و به عنوان یک فارسی زبان سکوت کردین، در این خیانت شریکین. باید کسانی که فارسی را خارجی خواندن محاکمه بشن.